ای خدای یکتا و عادل و قدوس و ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس میگوییم که این روز را به ما عطا کرده ای تا زندگی خود را ادامه داده و فیض و رحمت تو را نصیب خود سازیم. تو را شکر میکنیم که به ما لطف کردی و با ما موافق اعمالمان رفتار ننمودی، بلکه با صبر و محبت و رحمت خود ما را دعوت میکنی که به سویت بازگشت نموده و در راه تو زندگی خود را طی کنیم. بارالها، این زندگی را که تو به ما عطا کرده ای به دستهای مقدس تقدیم میکنیم و آن را دوباره به تو میسپاریم و از تو تمنا میکنیم که ما را یاری و هدایت نما. ای قادر مهربان، در این ساعت به درگاهت روی آورده ایم تا نه فقط به خاطر کلامت تو را سپاس بگوییم، بلکه تمنا کنیم که ما را در درک و فهم آیات یاری بده و به ما بصیرت روحانی عطا کن تا چیزهای عجیبی از کلامت بفهمیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از تورات مقدس. با عرض سلام به شما ایمانداران عزیز و طالبان راستی، ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به 18مین قسمت یعنی کتاب ایوب بگشایید تا در دنباله مطالعه و بررسی زندگی این مرد خدا از فصل 22 کتاب ایوب آیات را با یکدیگر قرائت کرده و با تفکر و تعمق کردن در آن به امور روحانی بیشتر پی برده و طریق خود را اصلاح ساخته و در پی خوشنودی خالق خود باشیم. حضرت ایوب وقتی گرفتار حملات اهریمنی می‌گردد و مال و دارایی و فرزندان خود را همه را از دست میده و بدنش از دملهای چرکین پر میشه و به حالت مرگ میافتد، 3 یارش پیش او میآیند تا او را در غم از دست دادن عزیزانش و ثروتش تسلی بدهند. اما به مرور زمان وقتی حالت و موقعیت ایوب را میبینند، آن دوستان به جای اینکه ایوب را با کلمات خود تسلی ببخشند، با آوردن دلیل و برهان میخوان او را متقاعد سازند که آنچه بر سرش آمده نتیجه مستقیم اعمال ناپاک و شرارتش بوده. در غیر این صورت خدای مهربان، خدای عادل هرگز نمیگذاشت که او گرفتار این چنین بلاها و مصیبت‌های غم‌انگیز بشود، زیرا همه می‌دانیم که خدا خدای عادل است و هرگز از شریران حمایت نمی‌کند. این 3 یار به نوبت خودشون با آوردن دلیل و برهان ایوب را متهم به گناه می‌کنند و این برای ایوب عادل که گناهی نکرده بود بسیار دردآور و بغرنج بود. گفتگوهای این 3 نفر با ایوب بر اساس منطق بشری و دانش آدمی از صفات خدای یکتا می باشد. به زبان دیگر هر چه میگویند ظاهراً کامل و با عقل بشری جور در میاد. آنها میگویند که ای ایوب، خدا هرگز بی انصاف نیست. ایوب، خدا هرگز عادلان را رها نمیکنه. پس اگر خدا این همه بلا به سرت آورده به این دلیل بوده که تو شرارت ورزیدی، چون خدای عادل هرگز اجازه نمیدهد که بنده عادل و پاک او گرفتار بدبختی هایی که نصیب شریران میشه بگردن. که البته همه ما با این حرف ایمان کامل داریم و معتقد و همراه هستیم. و ایوب هم در جواب آنها با آوردن دلیل و برهان ثابت می کند که نه فقط گناهکار نمی باشه و عملی که سزایش به این بدی باشد را مرتکب نشده، بلکه می گوید درست است که شریران از جانب خدا تنبیه خواهند شد، ولی سوالی دارم و آن اینه که اگر خداوند فقط شریران را تنبیه می کنه، چرا خدا اجازه می دهد امروز اشخاص شریر و اشخاص ظالم و طمعکار و دزد و حتی قاتل تا آخر عمرشون در نعمت، در رفاه، در سلامتی و در ثروت بیکران زندگی کنند و راحتم از این دنیا بروند؟
چرا خدا اجازه می‌دهد آدم کشان و قسی القلبان بر مردم عادل و پاک حکومت کنند و به آنها ظلم و ستم نمایند؟ این نوع بگو مگو و یا سوال و جواب بین ایوب و یارانش کماکان ادامه دارد و حالا در فصل 22 سومین دوره بحث آنها برای ما بازگو شده. یعنی یک بار دیگر اول الیفاز صحبت میکنه و ایوب را با آوردن دلایل بیشتری محکوم به انجام گناه میکنه و بعد ایوب جواب اون را میده و بعد بلد شوحی دلیل و حجت خود را اقامه میکنه و باز ایوب به او پاسخ میده و سرانجام نوبت سوفر میرسه که با ایوب حجت اقامه کنه و بعد ایوب نیز به او پاسخ میدهد. و دوستان عزیز، باید بگم که گفتگوی این سیاره با ایوب چیزهایی است که امروز من و شما نیز در زندگی با آن روبرو هستیم و در مورد امور معنویت سوالهایی میکنیم که بعضی وقتا نمیتونیم پاسخ آن را بیابیم. از یک سو اطلاعاتی در مورد خدا داریم که ما را قانع میکنه که بپذیریم هر بلایی که نصیب بشر میشه از جانب خداست و خدا داره شریران را تنبیه میکنه. و از سوی دیگر بعضی چیزها در دنیا هست که ما را حیران میکنه که چرا خدای عادل امروز شریران را تنبیه نمیکنه و میگذاره بعضیها به بالاترین مقام و در رفاه‌ترین موقعیت قرار بگیرن. سالهایی است که من و شما هر روز در زندگیمون از خودمون میپرسیم و چه بسا چون نمیتونیم جواب آن را بیابیم سبب لغزش و شک و تردید در ایمانمون نسبت به خدا بشه. چون خیلی از ما معتقدیم که این سرنوشت ما از اول آشکار و معلوم شده و ما هیچ نمیتونیم اونو تغییر بدیم. و یا میبینیم که شخصی که عادل بوده، پاک بوده، خوب بوده، یه دفعه بلا به سرش بیاد، میگیم که ببین خدا چگونه او را تنبیه کرد، لابد گناهی کرده که ما ندیدیم و خدا که از همه چیز آگاهی داره اومده و او را داوری کرده است. ما باید مواظب باشیم. کلام خدا میگه که زود قضاوت نکنیم. حالا به آیات توجه کنید. آیه 1 و 2 اینطور میفرماید پس الیفاز تیمانی در جواب گفت آیا مرد خدا را فایده رساند؟ البته مرد دانا برای خیشتن مفید است. حالا در این آیه الیفاز با سوالی از ایوب صحبت خود را آغاز میکنه و این سوال اینه که ای ایوب، تو خیال میکنی آدمی در خودش چیزی داره که به خدا منفعت برسونه؟ و یا آیا خدا انسان را خلق کرده تا از او بهره بگیره، سود ببره؟ جواب اینه که مسلماً که نه، زیرا انسان هیچ چیزی ندارد که ارزش آن را داشته باشه که به خدا بده. حالا الیفاز این سوال را از آن جهت از ایوب میپرسه تا به او بگه که تو خیال نکن حالا که خدا تو را به چین روزی در آورده قصدش اینی که از تو بهره بگیره، بلکه علت این بلاها این بوده که تو گناه کردی و خدا در حق تو داوری کرده است. میفرماید اگر تو عادل باشی خیال میکنی که خدا از این امر ذوق زده میشه؟ البته که خدا خوشحال میشه که ما عادل باشیم، ولی مقصود الیفاز اینه که ای ایوب، خدا انتظار دارد که ما همیشه عادلانه زندگی کنیم و اگر آدم‌ها پاک و راست و عادل زندگی کنن هنری نکردن. چرا؟ چون این وظیفه شونه که عادل باشن. خدا انسان را برای همین خلق کرده. به طوری که از آیه 3 به سوالهای دیگرش اشاره میکنه که جواب همه آنها منفیه و در حقیقت قصدش اثبات کردن ادعای خودش بر علیه ایوب میباشه. به آیات توجه کنید. میگوید آیا اگر تو ای ایوب عادل باشی برای قادر مطلق خوشی رخ می نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی او را فایده می شود؟ آیا به سبب ترس تو او را توبیخ می نماید یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟ آیا شرارت تو ای ایوب عظیم نیست و عصیان تو بی نهایت نی؟ چون که از برادران خود بی سبب گرو گرفتی و لباس بر برهنگان را کندی. به تشنگان ای ایوب آب ننوشاندی و از گرسنگان ای ایوب نان دریغ داشتی. ببینید الیفاز چگونه داره ایوب را متهم میکنه که چقدر بی‌انصاف بوده. میگه اصلا نان به گرسنگان ندادی و یا کمک به اونایی که برهنه بودن نکردی، اونایی که تشنه بودن آب ندادی. ای ایوب، تو مرد ظالمی بودی. میگه بیوه زنان را توی دست رد نمودی و بازوهای یتیمان رو شکستی. بنابراین دامها تو را احاطه می نماید و ترس ناگهان تو را مضطرب می سازد و یا تاریکی که آن را نمی بینی و یا سیلابها که تو را خواهند پوشانید. ببینید دوستان عزیز، در این آیات الیفاز تهمت‌های بیجایی به ایوب میزنه و ایوب را شدیداً به باد انتقاد میگیره و تهمت‌های روا میدار که عاری از حقیقت بودن. ولی الیفاز دیگه از دست ایوب عصبانی شده بود، چون حاضر نبود بپذیرد خدا عدلش رو در مورد او رعایت کرده است. به ایوب میگه تو با نوع زندگیت، با حرفات خیال میکنی خدا
رو داری منت میذاری سرش. میگه تو خیال میکنی خدا منت تو رو میکشه؟ اگر اینطوره تو اشتباهی ای ایوب. اما اینطور نیست، بلکه به خاطر بی‌انصافی که در زندگی داشتی خدا تو را توبیخ کرده است. و ایوب میگه تو کارهای بسیار پلیدی انجام دادی، به ناحق از برادرانت سوء استفاده کردی، اونها رو برده کردی، به ناحق از مال مردم گرفتی و تشنگان را آب ندادی، حاضر نشدی به گرسنگان نان بده. یعنی اینقدر خسیس بودی ای ایوب. میگه یتیمان را کمک نکردی، بر بیوه زنانم ترحم نکردی. برای همینه که خدا تو را به این روز نشانیده. اگر تو کمک میکردی ایوب، خدا تو رو اینطور بدبخت نمیکرد. او ایوب را به خسیس بودن و ظالم بودن متهم میکنه. و سپس در ادامه گفتارش از آیه 12 میگه ای ایوب تو چه خیال میکنی؟ آیا خدا مثل آسمان ها بلند نیست؟ و سر ستارگان را بگیر که چگونه عالی هستند. آن وقت تو میگی خدا چه میداند؟ و آیا از تاریکی غلیظ داوری تواند نمود؟ ای ایوب ابرها 100 روز پس نمیبینید و بر دایره افلاک میخرامد. آیا طریق قدما را نشان کردی که مردمان شریر در آن سلوک نمودند، که قبل از زمان خود ربوده شدند و اساس آنها مثل نهر ریخته شد، که به خدا گفتند از ما دور شو و قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟ و حال آنگاه او خانه‌های ایشان را از چیزهای نیکو پر ساخت. پس مشورت شریران از من دور شود. الیفاز به ایوب در این آیات میگه که من ای ایوب از روی تجربه این حرفا رو دارم بهت میزنم. خودم شاهد بودم که چگونه خدا آنانی که بد و شریر بودن تنبیه کرد. و حالا میبینم ای ایوب که وضع تو از همه آنها بدتره. آری ای ایوب، خدا شریران را تنبیه میکنه و عادلان از دیدن آن شاد خواهند شد و بیگناهان وقتی ببینن که گناهکاران به حقشون میرسه خوشحالی خواهند کرد. و سپس از آیه 21 به ایوب میگه بهتره تو توبه کنی و از خدا طلب مغفرت کنی، به سوی او بازگشت کنی. به طوری که میگوید پس حال ای ایوب، با او یا با خدا انس بگیر و سالم باش. با خدا انس بگیر و سالم باش و به این منوال نیکویی به تو خواهد رسید. تعلیم او را از دهانش قبول نما و کلمات او را در دل خود بنه. اگر به قادر مطلق بازگشت نمایی بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور نمایی، آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. زیرا در آن وقت از قادر مطلق تلذذ خواهی یافت و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت. نزد او دعا خواهی کرد و تو را اجابت خواهد نمود و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت. امری را جزم خواهی نمود و برایت برقرار خواهد شد و روشنایی به راههایت خواهد تابید. وقتی که ذلیل شوند خواهی گفت رفعت باشد و فروتنان را نجات خواهد داد و به دستهای پاک تو بیگناهان را رهایی خواهد داد. الیفاز دوستان متقاعد شده بود که این خدا بوده که این همه بلا و بدبختی رو به سر ایوب آورده و همه اموال و حتی سلامتی او را گرفته است. و چون میدانست خدا عادل است، بنابراین به او ثابت شده بود که ایوب گناه کرده و خدا سزایش را به او داده است. پس از ایوب میخواهد که با خدا از در آشتی در بیاد و با توبه کردن و ندامت دوباره به سوی خدا برگشته زندگی پاکی را از نو شروع کند. میگوید ای ایوب، بهتر است که تو توبه کنی، از خدا طلب مغفرت کن و به سوی او بازگشت نما. با خدا انس بگیر، یعنی با خدا مشارکت داشته باش و سالم باش. اگر با خدا باشی خدا سلامتی بهت میده و آن وقت به تمام نیکویی هایی که خدا برای بندگانش مهیا کرده است خواهی رسید. میگه هر چی خدا میگه قبول کن، تعلیماتش رو بپذیر و گفتار او رو در قلب خود جای بده. میگه اگر به طرف قادر مطلق بازگشت کنی دوباره بنا خواهی شد و اگر شرارت را از خیمه خود دور کنی، قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد شد، ثروت تو میشه. ببینید دوستان عزیز، حرفای این دوست الیفاز کاملا درسته. اگر ما به طرف خدا بازگشت کنیم، اگر توبه کنیم، به سوی خدا بیاییم، خدا و با خداوند انس داشته باشیم، خداوند به ما نیکویی میده، سلامتی میده و خداوند ما رو برکت مخصوص میده، همونطوری که تا حالا کرده است. ولی اشکال کار این بود که الیفاز هنوز متوجه نبود که خداوند حقیقتاً این بلاها را به سر ایوب نیاورده، بلکه خداوند اجازه داده است که شیطان این بلاها به سر ایوب بیاد. الیفاز سپس
درباره خدا و صفت شایسته او صحبت‌هایی میکنه. حقایقی رو بازگو میکنه که همه ما آن را قبول داریم، حقیقت محضه. اما اشکال کار این بود که بدیهای ایوب از جانب خدا نبود، بلکه از شیطان بود. و اینکه خدا اجازه داده بود که شیطان این بلاها را به سر ایوب بیاوره، نه از آن جهت که ایوب گناهی کرده بود، بلکه تا ایمان او را در آتش آزمایش خالص‌تر کنه و ایوب به خدا نزدیکتر بشه. وقتی ایوب حرفای الیفاز را میشنود بسیار ناراحت میشه. چرا؟ زیرا خودش بارها و بارها در دعا از خدا تمنا کرده بود که لااقل دلیل این بدبختی ها را به او بگه و یا با او صحبت کنه، اما خداوند سکوت اختیار کرده بود. هرچی ایوب از خدا تمنا کرده بود که خدایا لااقل به من بگو که چه گناهی کردم که این بلاها حق مفت، من حاضرم بپذیرمش، ولی به من بگو که چرا اینها به سرم اومده است، جوابی از خدا نشنیده بود. و حالا دوستانش داره میگه خب معلومه که چرا این کارو کرده، چون گناه کردی. ایوب اشتیاق شنیدن صدای خدا را داشت و طالب مصاحبت با او بود. از خدا بارها و بارها خواسته بود که جوابش را بده، اما خدا سکوت کرده بود. راستی دوستان عزیز، اگر شما در دعا از خدا چیزی رو خواسته باشید ولی خدا سکوت کنه، چه عکس العملی رو نشان میدهید؟ به 6 آیه اول فصل 23 از کتاب ایوب در این مورد توجه کنید. میگوید پس ایوب در جواب گفت امروز نیز شکایت من تلخ است و ضرب من از ناله های من سنگین تر. کاش میدانستم که او را کجا یابم تا آنکه نزد کرسی او بیایم. آنگاه دعوی خود را به حضور وی ترتیب می دادم و دهان خود را از حجتها پر می ساختم. سخنانی را که در جواب من می گفت می دانستم و آنچه را به من می گفت می فهمیدم. آیا به عظمت قوت خود با من مخاصمه می نمود؟ حاشا، بلکه به من التفات می کرد. کاش که به حضور او می آمدم و دهان خود را از حجتها پر می ساختم. سخنانی را که در جواب من می گفت می دانستم و آنچه را به من می گفت می فهمیدم. آیا به عظمت قوت خود با من مخاصمه می نمود؟ حاشا، بلکه خدا با من التفات می کرد. در آیه اول ایوب به این سیارش میگوید شما حالت و موقعیت مرا دیده و میدانید، ولی حقیقت اینه که وضع من خیلی بدتر از آن چیز که شما میبینید. او اشتیاق وافری برای رسیدن به حضور خدا داشته و دارد و میگوید که من طالب داوری خدا نیستم، بلکه طالب فیض خدا هستم. میگوید ای کاش میدانستم که خدا کجاست و یا در چه مکانی است تا به حضورش حاضر شده و همه حرفهایم را میزدم و جوابهای خدا را هم میشنیدم و در میافتم که او چه به من میخواد بگه. سپس رو به دوستانش کرده و میگوید من اعتراف میکنم که تا به حال در رحمت خدا بودم و خدا نه به خاطر لیاقت من بلکه به خاطر رحمانیت خودش بوده که مرا در درگاهش راه داده و آن همه عطایا را به من بخشید. ولی ای یاران، اکنون انگار خداوند دیگر صدای مرا نمیشنود، انگار خدا را دیگر نمیشه پیدا کرد، زیرا تمام کوشش خود را به کار بردم و یا دعا کردم، ناله های خود را سر دادم، اما او را نیافتم و یا خداوند صدای مرا نشنید. به طوری که از آیه 8 گله خود را اینطور ادامه داده و میگوید اینک به طرف مشرق میروم و او یافت نمی شود و به طرف مغرب و او را نمی بینم، به طرف شمال جایی که او عمل می کند و او را مشاهده نمی کنم و او خود را به طرف جنوب می پوشاند و او را نمی بینم. زیرا او طریقی را که من میروم میداند و چون مرا میآزماید مثل طلا خالص بیرون میآیم. پایم اثر اقدام او را گرفته است و طریق او را نگاه داشته تجاوز نخواهم نمود. از فرمان لبهای خدا برنگشتم و سخنان دهان او را زیاده از رزق خود ذخیره کردم. لیکن او واحد است و کیست که او را برگرداند؟ لیکن او واحد است و کیست که او را برگرداند و آنچه دل او می‌خواهد به عمل می‌آورد. زیرا آنچه را که بر من مقدر شده به جا می‌آورد و چیزهای بسیار مثل این نزد وی است. از این جهت از حضور او هراسان هستم و چون تفکر می‌نمایم از او می‌ترسم، زیرا خدا دل مرا ضعیف کرده است و قادر مطلق مرا هراسان نموده است.
دوستان عزیز، هر جمله‌ای که ایوب در اینجا بازگو می‌کند دنیایی از معنی رو در خودش داره و سخن دل بسیاری از ما انسان‌ها میباشد. برای مثال در آیه 8 و 9 او با بیان این جمله که به هر جا و هر دری که زدم تا صدای خدا را بشنوم و یا جواب خدا را بگیرم ولی موفق نشدم، حالتی رو بیان میکنه که بسیاری از ما نیز با آن در زندگی روبرو هستیم، زیرا خیلی وقتا دعا و مناجات به درگاه خدا میکنیم اما جوابی از خدا نمیگیریم. به هر راهی که ممکن است میرویم، به هر چیزی که شده متوسل میشویم تا شاید خدا جواب دعای ما را بدهد، اما احساس میکنیم که بیفایده است. ایوب به یاراش میگه من همه راه ها را طی کردم اما خدا انگار از من فرار میکنه. او میداند که من چه حالی دارم، با این حال جواب دعای مرا نمیدهد. و سپس میگه ولی این جواب نگرفتن من از خدا سبب نمیشه که من توجهم را از او بردارم. ممکنه خدا حتی روی خود را از من برگردانیده ولی من روی خود را از خدا بر نمیگردانم. کلام او را در قلب و فکر و هستی خود نگاه میدارم، چون او خدای واحد است و هیچ کس نمیتواند در اراده او تغییری به وجود آورد. من احترام او را حفظ خواهم کرد، زیرا او خدای قادر مطلق و مهیب است. دوستان، راستی شما چه عکس‌العملی رو نشان می‌دهید اگر خدا به دعاهاتون جواب نده؟ غالب اوقات ما از خدا دلخور میشیم و چه بسا ایمانمون رو از دست میدهیم. ببینید ایوب در بدترین و بدبختترین حالتی که ممکنه تصورش کنیم واقع شده بود، ولی میگوید من هرگز خدا را ترک نخواهم کرد. و بعد از فصل 24 صریحاً جواب به سوالهای الیفاز میدهد که خدا در هر عملی دخالت نمیکنه و هر بلایی علامت گناه نیست. و برای اثبات حرفایش توجه ما را به بدبختی ها و شرارت هایی که ظالمان انجام میدهند میکنه. و یا اینکه اگر خدا اهمیت به مردم میدهد چرا این همه گرسنگی هست؟ اگر خدا مواظبه و هر شری را بلافاصله تنبیه میکنه، پس چرا این همه قحطی و جنگ و ستیز است و خدا آنها را متوقف نمیکنه؟ به حرفای ایوب که در فصل 24 آمده است گوش کنید. میگوید زمانها از قادر مطلق مخفی نیست. زمانها از قادر مطلق مخفی نیست، پس چرا عارفان او را ملاحظه نمی کنند؟ بعضی هستند که حدود او را منتقل می سازند و گله ها را قصد نموده می چرانند، فقیران را منحرف می سازند و مسکینان زمین جمیعاً خود را پنهان می کنند. برهنه و بی لباس شب را به سر می برند و در سرما پوششی ندارند. از باران کوها تر می شوند و از عدم پناهگاه ها صخره ها را در بغل می گیرند. و کسانی هستند که یتیم را از پستان می ربایند و از فقیر گرو می گیرند، اما خدا کاری نمی کند. جان مظلومان استغاثه می کند، اما خدا حماقت شریرانی که مرتکب این خیانت شده اند را به نظر نمی آورد. قاتل در صبح برمیخیزد و فقیر و مسکین را میکشد و در شب مثل دزد میشود. چشم زناکار نیز برای شام انتظار میکشد و میگوید که چشمی مرا نخواهد دید و بر روی خود پرده میکشد. در تاریکی به خانه ها نقب میزنند و در روز خیشتن را پنهان میکنند و روشنایی را نمیدانند و به بیوه زنان احسان نمینمایند. حضرت ایوب فساد و شرارتی که امروز نیز در همه جوامع عالم وجود دارد را بازگو میکنه و میگوید خدا به خاطر دلیلی که بر من آشکار نیست این افراد را فوری تنبیه نمیکنه، آنها را یه دفعه نابود نمیکنه. بنابراین اگر من در بلایی گرفتار شدم دلیل آن نیست که مرتکب خطا گردیدم، بلکه چه بسا به خاطر دلایلی که بر من آشکار نیست خدا این کار را کرده است. و سپس در دنباله گفتارش از آیه 22 اینطور میگوید و اما خدا جباران را به قوت خود حفظ می‌دارد، برمیخیزاند اگرچه امید زندگی ندارند. خدا ایشان را اطمینان میبخشد و بر آن تکیه مینمایند و پست شده مثل سایرین برده میشوند. و اگر چنین نیست پس کیست که مرا تکذیب نماید و کلام مرا ناچیز گرداند؟ ایوب ایمان کامل داشت که خدا شریران را داوری کرده و به قول آیه 19 آنها را به جهنم خواهد فرستاد. او میدانست که شریران هرگز از غضب خدا رهایی نخواهند یافت، اما
برای او این سال پیش آمده بود، سالی که برای ما نیز غالبا پیش میاد، که چرا خدا شریران را در همان دم نابود نمی‌کنه و یا اجازه میدهد که ظالمان و شریران به مقام‌های بالا و در رفاه و آسایش باشند. و دوم این که چرا خدا او را که عادل بود و بیگناه بود، او که ترس خدا در قلبش بود و صادقان خدا را دوست می داشت و از او اطاعت می کرد، به چنین بلایی مبتلا ساخته است. این 2 سال برای ایوب در این ایام معمای بزرگی بود و یارانش هم نمی توانستند با منطق خود او را دلداری بدهند، برعکس بر درد او می افزودند. راستی دوست من، شده که شما نیز این 2 سال را از خودتون کرده باشید که خدایا چرا شریران را نابود نمی کنی و چرا اجازه می دهی ظالمان مقام ها را به دست بیاورند و بر عادلان حتی حکمرانی کنند و در ناز و نعمت زندگی کنند؟ و همچنین سوال کرده باشی که خدایا چرا شخص عادل، چرا شخص بیگناه، شخصی که تو را دوست داره، مرتکب این همه بدبختی و جفا و سختی و حتی به خاطر ایمانش شهید بشه و تو کاری نمی کنی خدا؟ راستی چه جوابی برای این 2 سال دارید؟ راستش من خودم جوابی ندارم، اما وقتی که فصلهای آخر کتاب ایوب را می‌خوانیم، جواب درست و کاملی را خداوند به ما خواهد داد که با کمک خدا در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد و جواب را از خود خدا خواهیم گرفت. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در ایمان به خداوند هرگز شک نکنید، بلکه به سوی او قدم بردارید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.